capacity theorems for the relay channels که ترانسکشن ساده تر مثل کانال مالتیپل اکسس، مثل کانال برودکست به دست نیامده باشه، ریله رو ظرفیتش به دست بیاریم. اما تلاش زیادی شد. در حالت کلی ظرفیت به دست نیامد، اما برای حالتهای خاصی ظرفیت رو به دست آوردن که مهمترینش کانال ریله نازل هست و به عنوان حالت خاصی از این کانال‌های یقینی ظرفیت به دست اومد. تلاش شد که محدودیت‌ها به تدریج کاهش پیدا بکنه. سخته. بده هنوز باند بهتری پیدا نشده. من توصیه که همیشه به بچه‌ها میکنم اینه که بالاخره آدم یک افقی رو باید برای کارش در نظر بگیره، بخواد به اون برسه. خب اینا کنار بذارید. چی مبنای کارتونه؟ شبکه معروف عارف که هست ارتباطی داره اون شبکه؟ اولا یک جنبندی روشنی رو ما داشتیم در من تزمم مطرح کردم اون زمان که اگر نودها از یکی به دو تا اضافه بشه مسئله وارد فضای جدید میشه که چون اولین بار من ظرفیت این شبکه رو پیدا کرده بودم به اسم شبکه عارف مطرح شد. خب به این ترتیب هم درسمون تموم شد، هم جلسه آخر بود، بحث انتخابات هم پیش رو. بالاخره یه فرد واقعی بیاد با مدیریت با عقلانیت بخواد این جامعه رو مثلا هدایت کنه. واقعا می‌خواستم این برنامه‌تون چی هست؟ یعنی کلا نظر خودتون واقعا چجوری است؟ من میدونید در طول شاید بیش از 30 سالی که درس دادم، خب مسئله سیاسی هم داشتم، اجرایی هم داشتم، هیچ وقت اجازه ندادم سر کلاس بحث سیاسی مطرح بشه حتی یک دقیقه از وقت. این سوالم رو اینجا جواب ندم، میریم بیرون از کلاس، در خدمت اگر خواستید جواب میدم. تو که میتونیم صحبت بخیر. خب این حالا سوال که سوال واقعی، سوال روز شما و دانشجو هست. خب شرایط کشور رو که میدونید متاسفانه در اتفاقاتی که چند سال اخیر افتاد بچه‌ها انگیزه حضورشون از دست دادن. من سوالم اینه که شما نمیخواین انصراف بدین، حالا دلایلش هم اگه یعنی میخوام چند تا دلیل بگم و فکر میکنم به اون دلیل به انصراف دادن میخواد بگید یا ندادن. مدیر یه عقلانیتی به این سیستم تدریج بشه و بتونه این چرخهای صنعت اونجوری که باید لااقل کار کنه. تبلیغات منفی که الان راه افتاده، بعد افراطیگریان، به نظرتون با این شرایط میشه کار کرد؟ میشه؟ یه سوالی داشتم راجع به نقش خانم‌ها توی اجتماع. شرایط کشور به نظر من جوری نیست که شما بتونید این نظم و این کارآمدی و این دقتی که تو همین حوزه مدیریت علمیتون دارین بیانید تو مدیریت کشور. به نظرتون میشه مثلا با وجود این همه قدرت‌های مختلف و موازی که دارن همشون دعوا میکنن سر این نظم مدیریت داشته باشه؟ برنامه‌تون برای وضع اقتصادی کلا مدیرایی که انتخاب میکنین چه جوری میخواین کشور رو از این وضع اقتصادی؟ قبل از اینکه آقای هاشمی بیان خب یک وضعیتی بود که خب خیلی ها شک داشتن رأی بدن رأی ندن، خیلی اصلا نمیخواستن رأی بدن. بعد از اینکه آقای هاشمی اومد خیلی اقبال خیلی گسترده شد که همه بیان و رأی بدن. یه دفعه اینکه این مسئله اتفاق نیفتاد خیلی از اونها هم که شک داشتن به سمت اون رفتن که اصلا رأی ندن. خب شما بخواید با این کانون‌های قدرت مقابله کنیم برنامه‌تون چیه؟ شما با توجه به اینا پا جلو میذارین؟ یکی از مهمترین سوالایی که باید جواب بدین اینه که چرا این همه مدت یه بار هم نتونستید تو هیچ مسئله خود شجاعانه‌تر مطالباتو مطرح کنید تو بکشید کنار که یعنی تنور یعنی فقط به خاطر گرم کردن تنور انتخابات نبوده باشه. پیروزیشون رو دلالت بر صحت عملکرد 8 سالشون بودن دیگه. فاتحه همه چیز خونده است. اینو باید بدونم. من به همین دل اومدم. آره اینو باید مردم برسن. من همه حیثیتم آبروم رو برای که بیام به خاطر این اتفاق نیفته. متاسفانه اتفاقاتی افتاد انتخابات 88 که خیلی برای کشور سنگین بود. هزینه‌ای که ما دادیم بی‌اعتمادی نسل جوان نسبت به کشور، نسبت به حکومت و عبور گاهی از حکومت بود. تو دانشگاه اینو واقعا من 3-4 سال درک می‌کردم. دانشجو اومده بود تو یک از ستادها فعالیت کرده بود، فردا ستاره دارش کرده بودن، فردا از تحصیل محرومش کرده بودن. یک حرکات غیر اخلاقی و غیر منطقی رو ما متاسفانه شاهد بودیم. تریبونا هم در اختیار یک جریان بود به طور انحصاری، هر چی میخواستند میبریدند و میدوختند و بر علیه رقیبشون محکمه میکردند
بحثی که من مطرح کردم یک بحث فنی و کارشناسی است. ما وارد یک بازی باخت شدیم. انتخابات 88 برنده متاسفانه نداشت. البته برنده واقعی رو ما مردم میدونیم که حضور داشتن و قهر نمیکنن از انقلاب. ان شاءالله دوباره میان. هیچ فرق برای هیچ کاری اشاره کردم کاندیدا نشدم، اما اگر پیشنهادی میشد و احساس میکردم میتونم کار رو انجام بدم مخالفت نمیکردم و منش این بود که بی سر و صدا کار بکنم. نمیخواستم هیچ وقت چهره رسانه‌ای باشم. هم برمیگرده به شخصیت من، همین که من یه معلم ساده دانشگاه بودم، راحت میخواستم برم بیام تو جامعه باشم، بین مردم باشم و بهتر بود که یه چهره غیر رسانه‌ای باشم. الان در دهه 4 انقلاب هستیم. حقیقتا کشور شرایط خاصی رو برو است. ما در بخش‌های مختلف گرفتاری‌هایی رو داریم که اگر بخوام در یک جمع‌بندی کلی گرفتاری‌ها و مشکلات رو مطرح کنم، عموماً به مدیریت برمیگرده. بی تدبیری، کنار گذاشتن عقلانیت، کنار گذاشتن توانایی‌ها و تجربه موفق و بحث‌های مدیریتی به طور کلی. احساسم اینه که دیگه نمیتونیم با روش‌های آزمون و خطا کشور رو اداره کنیم. ما در اوایل انقلاب این کارو کردیم. خود ما هیچ تجربه نداشتیم. در کار اجرایی تجربه پیدا کردیم. هزینه شد. از بیت المال هزینه شد تا ما تجربه پیدا کردیم. خب یک نگاه عافیت طلبی بود تو این شرایط. ببینید من سال 84 معاون اول بودم. میتونستم جدی بیام جلو. احساس میکردم وظیفه‌ام انجام دادم، دیگرانم هستن میان کشور اداره میکنن. نیومدم جلو. ولی حقیقتا الان میدون اومدم. شاید برای اولین بار هست که خودم رو دارم عرضه میکنم. فکر کنم این سرمایه متعلق به من نیست، متعلق به کشورم هست، متعلق به مردمه. باید خودم رو عرضه کنم و هر اتفاقی بیفته خیره. بیکاری چی میشه؟ چرا من که 45 سالم الان دنبال کار بگردم؟ 6 ماه بیکارم، یه تومن درآمد ندارم. من کجا باید برم؟ دادسرا رفتم، پاسگاه رفتم، وزارت کار رفتم، شهردار رفتم، هر کی پارتی داره کار بهش میدن. من که کارت دارم چیکار کنم؟ به فکر مردم باشید، تک تک مردم که دور و برتون هستن. آخه دهه 4 انقلاب هست، هنوز شما نسبت به آینده بچه‌تون نگرانید. سلامتش چی میشه؟ تحصیلش چی میشه؟ بیکار بشید چی میشه؟ کارگر ما الان مهمترین مسئلهش بیکاریه. سر کاره، اطمینان نداره که فردا سر کار هست یا نه. 160 کشور دنیا حداقل الان تورم یک رقمی دارن. ما جزء تعداد کشورهای محدودی هستیم که تورم 2 رقمیه. قبل از اجرای هدفمندی که عملا از برنامه 3 شروع شد، جهتگیری ها، سهم یک فرد برخوردار از یارانه انرژی حداقل 40 برابر یک فرد غیر برخوردار بود. این به هیچ وجه با هیچ معیار عدالت سازگاری نداشت. بنابراین باید این مسئله اصلاح میشد. در دولت‌های گذشته هم این بحث مطرح بود. تقریبا در دولت اصلاح ما به یک طرح خوبی رسیدیم. نگرانی ما تورم بود. در دولت آقای خاتمی به خاطر رقابت‌ها و مسائل گاهی ما با مشکل روبرو می‌شدیم. به هر حال من نمی‌خوام نقد عملکردها کنم. هدفمند کردن قانون شد. باید قانون اجرا بشه. و گرفتاری که ما الان داریم باش اینه که بخشی از قانون اجرا شده. 30% از محل منابع آزاد شده با صرف تولید بشه. تا شما عرضه و تقاضا رو به هم نزنید. اگر عرضه و تقاضا به هم بخوره، تقاضای کاذب ایجاد بشه، تورم زاست. خود تورم دوره تقاضای کاذب ایجاد میکنه، گرفتاریایی که این حلقه معیوب داره. یعنی بد اجرا کردن قانون که ما بریم باوریم قانون باید اجرا بشه. اولا هدفمند کردن یارانه یک ضرورت بود و باید ادامه پیدا بکنه. اصلا در این هیچ شکی ما نداریم. با قدرت باید ما ادامه بدیم، اما باید فاز اول به صورت کامل اجرا بشه. سهم بهداشت درمان پرداخت نشده. چرا مردم باید بالای 70% از جیبشون بدن برای درمانشون؟ بیمه هستن، دفترچه بیمه چه ارزشی داره؟ ما باید بیمه گری رو جدی دنبال کنیم، برسونیم به جای منطقی. ما برنامه اینه که سهم مردم رو به حد اکثر 30% برسونیم. از محل هم منابع آزاد شده. ما سهم بهداشت رو بدیم،
سهم صنعت رو بدیم، سهم زیربناها رو بدیم، چون مهمترین بخشش تامین اجتماعی بود. ببینید الان هیچ فردی آرامش نداره نسبت به آیندهش، نسبت به آینده فرزندش هیچ اعتمادی نداره. این مسئله باید باش مقابله کرد و هیچ راهی جز ثبات نداریم. اگر ثبات اقتصادی داشته باشیم مسئله آثار روانی تورم جلو میره و متاسفانه پدیده شوم و بدتر از آثار روانی مسئله کم فروشی است. متاسفانه یعنی بداخلاقی، حاکمیت بداخلاقی در بخش اقتصادی. اطلاعات الان تو کشور ما رانته. ایدی از رانت اطلاعات استفاده میکنن توی مناقصه‌ای، توی مزایده‌ای، توی یک تغییر تعرفه‌ای. مثلا اینکه شما بدونید تعرفه بازرگانی فلان کالا بناس عوض بشه، یه رانت بزرگیه برای شما. ایدی از این برخوردارن. نباید ما مثل شفاف در اختیار همه بذاریم. ما برنامه‌هایی رو برای مقابله با تورم داریم که اگر تورم حل بشه عملاً برداشتن از جیب مردم نیست، چون یارانه‌ای که پرداخت میشه ما یه برآوردی کردیم تو یه جایی برای خانوار 5 نفره و اقلام خوراکی ضروریش 9 قلم کالا رو دوستان ما بررسی کردم. 270,000 تومان متوسط افزایش هزینه یه خانوار 5 نفره هست در ماه. خب چقدر یارانه بهش میدیم؟ 5 نفر 225,000 تومان. یعنی از جیب این خانواده ناخواسته 45,000 تومان داریم کم میکنیم، مالیات میگیریم ازش، بین مالیات غیر از مالیات های مصرف. بنابراین مهمترین مسئله ما مقابله با گرانی است. راهکارهایی هم که داریم، اولا باید دولت دخالت کنه، ابتدا تثبیت قیمت ها رو دنبال کنیم، آرامش بیاد به بازار، بی‌انضباطی مالی دولت بره به کنار. رشد نقدینگی مهمترین نقش رو در افزایش تورم داره. یعنی باید بانک مرکزی مستقل بشه. نگاه دولت نباید به بانک‌های باشه قلک دولت هستن، هر وقت خواست پول ازشون برمی‌داره. این نگاه رو متأسفانه ما الان داریم. بعد باید رشد تولید رو دنبال کنیم. عرضه و تقاضا باید متعادل بشه. برای رشد تولید باید سرمایه‌گذاری بشه. یه زنی هم که بیوه زنم و مدیریت خوندم، مادر پدر فلج دارم، ولی دارم دستفروشی میکنم. به چه قیمتی؟ به قیمت اینکه غرورم، شخصیتم، همه چیم زیر سواله. چرا باید اینطور باشه؟ کاندید میشین و میشین رئیس جمهور این مملکت، نباید فکری به حال ما خانمایی بکنین که سرپرست نداره. جواب جوون منو کی میده؟ من یه دختر 24 ساله دارم، یک پسر 21 ساله دارم و این بچه‌ها ماه به ماه گوش من توی منزل نمیتونم برای اینا بخرم. این دوتا بچه افسرده شدن. چرا؟ حق ما ملت ایران اینه. رو این سرمایه ما گرفتیم خوابیدیم. مگه من چقدر میتونم راه برم تو این خیابونا؟ چقدر میتونم راه برم؟ رئیس جمهور من برای من زن بی سرپرست چیکار کرد؟ برای منی که بهترین هنر توی دستمه. چرا باید دست فروش باشم؟ بابت چی؟ برای اینکه هر کسی که حرفی بشنوم کل این کاسبای ولیعصر منو میشناسن. به چه قیمتی من باید این کار انجام بدم؟ چرا من باید ماهی 800 تومان اجاره بدم؟ چرا رئیس جمهورها همه وقتی که کاندید میشن دم از ملت میزنن؟ وقتی که تموم میشه تموم میشه. یعنی 34 ساله هیچ کس سیر نشد که به داد ما ملت برسه. یعنی همه گرسنن هنوز. چرا؟ یکی جواب چراهای منو بده. آقای دکتر این شرمندگی نیست. یه روزی میگفتن اگر آدما دروغ بگن باید تاوان پس بدن. ما چند ساله داریم دروغ میشنویم. ما نباید در چارچوب شعار عدالت فقر رو توزیع کنیم. باید ثروت ملی بالا ببریم، ثروت رو توزیع کنیم و توانش رو داریم. بر اساس عملکرد دولت اصلاحات من عملا مجری برنامه سوم بودم. تقریبا به همه شاخص‌های برنامه رسیدیم. این تجربه رو داریم و می توانیم از اون تجربه انشالله بهتر جلو بریم. اما مطمئناً نه به مردم عزیز کشورم قول میدم، من معمولاً هم یا قول نمیدم، اگر بدم عمل میکنم. سعی میکنم اگر روی کار اومدم هیچ هزینه ملی اضافه نکنم. تو روابط خارجی ما الان بخشی از مشکلاتمون با کشورهای دیگه همین موضع‌گیری های غیر ضروری، نمیگم بی ربط ها، که یه مقامی کرده، اسم از یک کشور برده، اسم از یک مقامی در یک کشور برده، هزینه‌شو مردم ما دارن میده. الان متاسفانه پاسپورت ایرانی چه ارزشی داره؟ با کمال معذرت ما بر این باوریم که باید از حقوق ایرانی‌ها و شأن ایران در مقابل سایر کشورها دفاع کنیم. یعنی باید حتی اگر با یک کشوری اختلافی داریم این اختلاف جدا بررسی کنیم، ربطی به
شهروندان کشورها نداره. عزت شهروندای کشورها رو حفظ کنیم، پیگیری کنیم برای عزت شهروندمون. اگر یک شهروند ایرانی در یک کشور با مشکلی روبرو شد، باید با جدیت مسئله‌اش رو دنبال کنیم، بدون کشورها پشت شهروندان هست. دکتر محمد رضا عارف، متولد سال 1330 در شهرستان یزد، معاون وزیر پست و تلگراف و تلفن، سرپرست شرکت مخابرات ایران، معاونت دانشجویی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، قائم مقام وزارت فرهنگ و آموزش عالی، معاون آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مشاور آموزشی، قائم مقام وزیر آموزش عالی در هیئت ممیز مرکزی و رئیس شورای هماهنگی هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو پیوسته فرهنگستان علوم ایران، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم ایران، مؤسس و رئیس انجمن علمی کنترل و فرماندهی سیفورای ایران، مؤسس و رئیس انجمن رمز ایران، مؤسس و رئیس انجمن علمی شبکه‌های هوشمند انرژی ایران، رئیس بنیاد پیشبرد علم و فناوری ایران، مؤسس و رئیس شورای عالی بنیاد امید ایرانیان، عضو مؤسس بنیاد باران، کارشناسی مهندسی برق و الکترونیک از دانشگاه تهران با رتبه ممتاز، کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات از دانشگاه استنفورد آمریکا، معرفی شبکه مخابراتی معروف عارف نتورک به عنوان یکی از نظریه‌های مطرح جهان در حوزه تئوری اطلاعات، دکترای تخصصی مهندسی مخابرات از دانشگاه استنفورد آمریکا، راه اندازی دوره کارشناسی ارشد و دکترای برق دانشگاه صنعتی اصفهان و دوره دکترای دانشگاه طبیعت مدرس، عضو هیئت علمی دانشگاه‌های صنعتی اصفهان و صنعتی شریف، استاد تمام رشته مهندسی برق و مخابرات، ارائه بیش از 280 مقاله علمی و 3 کتاب تخصصی در حوزه مخابرات که هر 3 کتاب به عنوان کتاب‌های سال جمهوری اسلامی ایران انتخاب شده است. ما اعتقادیم ایرانیان همیشه با کرامت زندگی کردن، به عزت داشتن. تبعیض قانون کنار بذاریم. مردم الان احساس میکنن اگر تو دستگاه پارتی نداشته باشن مشکلشون حل نمیشه. تمام افراد باید در مقابل قانون دارای شخصیت باشن، حتی افرادی که سابقه کیفری دارن. مبنا قانون باشه، سلیقه عمل نکنیم. یک کار برای شما جرم نباشه و برای من مسئله ایجاد میکنه. نه، همه باید در مقابل قانون عین هم باشن. مبنای تشخیص جرم و تعیین مجازات قانون باشه که الان ما در بعضی از بخش‌ها مشکل داریم. ببین الان جرم سیاسی چیست؟ زندان سیاسی کیست؟ زندان امنیتی کیست؟ جرم امنیتی چیست؟ اینا مواردی است که حالا خیلی شفاف امروز خیلی بحث میشه. ببین تو قانون اساسی ما بسیار احکام شفاف و روشن در مورد آزادی‌های شخصی، حریم خصوصی افراد تاکید شده. حقوق شهروندان، حقوق اقوام، حقوق اقلیت‌ها. اقوام ایرانی مطالباتی دارند، ما نتونستیم بهش برسیم. فکر کردم چی کار میتونم بکنم تا مطالبات این اقوام رو جدی پیگیری کنم. به این نتیجه رسیدم که هیچ راهی جز داشتن یک معاونت در ریاست جمهوری نیست. یعنی رئیس جمهور باید یک معاون اقوام داشته باشه، به طور جدی مطالبات به حق اقوام رو در چارچوب قانون اساسی پیگیری کنه. یعنی واقعا در قانون اساسی برابری اقوام و شهروندان ایرانی دیده شده. ما باید اینو مدیریت کنیم. متأسفانه به دلیل برخورد سلیقه‌ای و تنگ نظرانه و گاهی امنیتی گرفتار شدیم. گاهی به یک قوم ایرانی نگاه امنیتی شده. اینا باید اصلاح بشه. نگاهمون نگاه فرهنگی و مزیتی باید باشه. باید اینو به عنوان یک مزیت برای ایران بدونیم که اقوام مختلف داریم. در مورد اقلیت هم همین نگاه رو میکنیم. ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس
ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. ما برای آنکه ایران روحری تابان شود خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده. اگر حرکت ما بر مبنای عقلانیت و خرد جمعی بگذاریم، یعنی استفاده کنیم از نظر کارشناسان، احترام بذاریم به نظر کارشناسی، میدان بدیم به کارشناس، مطمئناً تصمیماتی که میگیریم با هزینه‌های کمتر روبرو خواهد بود و بهتر جلو میره. به همین دلیل من به جای اینکه خودم رو محدود کنم به مشاورینی که فقط کارهای ما را تایید کنن، تو برنامه هم دیدم که گروه منتقدان داشته باشم. تو بخش مختلف طبیعتاً دولتی که روی کار میاد عده منتقد هستن، احترام بذاریم به اونها. عین جلساتی که با مشاورین داریم با منتقدین هم داشته باشیم، قطعاً به نفع کشور. این یعنی عقلانیت. آقای احمدی نژاد، خب من زمان دانشجویش میشناختم ایشون خیلی اصرار داشت من بمونم و میدید من حدود 3 هفته هم موندم که واقعا انتقال تجربیات بدم به دولت بعد. 3 بار استفاده دادم، بار سوم دیگه به زور ایشون پذیرفت و مهمترین دلیلم اصلا وارد بحث‌های خطی و سیاسی نشدم. منش مدیریتی. من یک آدم جمع‌گرا هستم، به خرد جمعی اعتقاد دارم و خیلی جاها وقتی میبینم اکثریت همکارام نظری خلاف من دارن اونو عمل میکنن و همین منشم در آینده خواهم داشت. و ایشون یک آدم فردگراست، اگر به یک نتیجه برسه حتی اگر دولتش نظریه دیگه داشته باشه اونو عمل میکنه. این 2 تا منش به هیچ وجه نمیتونستم با هم کار بکنم و من اینو صادقانه بهشون گفتم. من اصلا وارد بحث‌های سیاسی نمیشم. گرچه گله‌هایی داشتم، برخوردایی که حتی اون 2 هفته اول با بعضی از وزرای سابق شده بود، ولی اینا مهمترین دلیل برای که خودمو کنار بکشم مطرح کردم. من از ظرفیت همه دولت‌ها استفاده میکنم، یعنی اگر روی کار بیام از همه تجربه موفق 3 دهه گذشته کشور استفاده خواهم کرد. از همه مدیران ارشد نظام در جایگاه خودشون استفاده خواهم کرد. ببین آقای هاشمی رفسنجانی یک سرمایه ملی است. من متاسفم اتفاقی افتاد که ایشون نتونست بیاد خودش عرضه کنه و کشور از وجودشون استفاده کنه، اما ایشون یکی از استوانه‌های انقلاب بوده. چرا از تجربیات ایشان برای حل مشکلات داخل کشور یا حتی مشکلی با یک کشور دیگه داریم استفاده نکنیم؟ جناب آقای خاتمی رئیس جمهور موفقی بودن 8 سال در کشور و جایگاه ارزنده هم در داخل هم در داخل کشور دارد. چرا رئیس جمهور وقت از این سرمایه برای حل مشکلات خودش استفاده نکنه؟ آیا اگر مثلا آقای خاتمی را ما به عنوان نماینده ویژه به یک کشور اروپایی، یک کشور آسیایی بفرستیم، نمیتواند در حل مشکلات نقش آفرین باشد؟ دیگران مسئولان دیگه، کشور مسئولان ارشدی داشته، تجربه دارن، الان خب سر کار نیستن. ما ان شاءالله امیدواریم که بتونیم برنامه‌ریزی کنیم در چارچوب شعار عقلانیت از همه پتانسیل ها و توانایی کشور در جهت اداره بهتر کشور و کشورداری خردمندانه ان شاءالله استفاده کنیم. برای اینکه این اتفاق بیفته نهادهایی که پیگیری میکنن عقلانیت و خرد جمعی باید احیا بشن یا تقویت بشن. بزرگترین ضربه رو انحلال سازمان مدیریت به کشور زد. سازمان مدیریت قلب برنامه‌ریزی و نظارت و هدایت پیشرفت کشور بود. ما ان شاءالله اگر بیایم روی کار سریع اینا برمیگردونیم و تقویت میکنیم. البته کار مشکلی است، چون خیلی از کارشناسان برجسته سازمان مدیریت از سازمان رفتن. ببینید در کشور ما بسیار افراد برجسته و نخبه داریم که ارتباط کاری هم با دولت ندارن، اما علاقمند به کشورشون هستن، آمادگی دارن بدون هیچ گونه توقعی تجربه خودشون و دانش خودشون رو در اختیار بذارن. ما از این ظرفیت لایزال باید استفاده کنیم. تو دانشگاه‌ها به وفور اینا رو داریم، تو بخش‌های مختلف. اون چیزی که منو رنج میده اینه الان که 55% ظرفیت دانشگاه‌هامون متعلق به دخترانه.
و عموما هم عملکردشون بهتر از پسرانه. ما از این ظرفیت برای پیشرفت کشور استفاده نمی‌کنیم. سهم 55% در آموزش عالی دارن، اما در مدیریت کشور چه سهمی دارن؟ مطالبات به حقی دارن. تبعیض در استخدام، نگاهی که متاسفانه در تدوین قانون داشتیم نگاه مرد سالاری بوده، یک واقعیتیه تو قانونگذاری ما. جواب نمیگیریم. اگر دولت بخواد تصدی فرهنگی کنه، دولت با نقش حمایت و همراهی و پشتیبانی بخش فرهنگی رو داشته باشه. باید امور فرهنگی به نهادها و سازمانهای مردمی واگذار بشه. قطعاً با کیفیت بهتری جلو میره و گرفتار ما این تمرکزه. یه بی‌توجهی بودجه‌ای هم شده. الان سهم فرهنگ و به خصوص هنر، فرهنگ و هنر رو با هم بگیم، از تولید ناخالص داخلی پایینه. ما باید تلاش بکنیم سهم ما بالا ببریم. الان در بخش‌های هنر مشکلاتی داریم به دلیل اون نگاه تمرکزی که داشتیم. سینما مشکل داره، تئاتر مشکل داره، یک ذهنیت منفی به هنر داریم. اگر ما ملاک رو قانون بذاریم، دقیقا همه اینا میشه در چارچوب قانون بهش پرداخت. ببین اون چی الان مطرح هست، اون ذهنیت منفی و نگرشی که متاسفانه بین جوانها پیش اومده، این باید اصلاح بشه و هیچ راهی جز بازگشت به قانون نداریم و در این حال بریم به سمت یک تفاهم و همدلی ملی. ببینید مردم ما مردم بسیار با شعور و عقلانی هستند. من شناختم از مردم اینه که اگر ما یک گام برداریم، 10 ها گام ما رو همراهی میکنن. ما در اوایل انقلاب که دانشگاه رو میخواستیم باز کنیم مشکل استاد داشتیم. حقوق اساتید وضعیت نامناسبی داشت. با نگاه مثبت و همگرایی که داشتیم، ما 2 تا هیئت فرستادیم به خارج، یکی به اروپا یکی به امریکا، برای جذب استاد. این حتی موفق شدن و نیروی خوبی رو تونستیم جذب کنیم، چون اعتمادشون رو جذب کردیم. ما باید واقعا تجدید نظر کنیم در بعضی از تصمیمات و همون روند خوبی که دولت اصلاح داشت رو انشالله جلو بریم که بتونیم به همه اهداف افق چشم‌اندازمون برسیم. که فکر کنم با اومدن یه اصلاح طلب ظرف 6 ماه همه مشکلات حل میشه. به نظرم اون چی که مهم هست رونده، که ما اگر اومدیم ظرف 2 ماه 3 ماه مردم این اطمینان رو بدیم که روندی که شروع کردیم روند خوبی است. این مهمه. ولی ظرف 5 ماه 6 وعده نه اصلا نمیشه داد. بله ما وعده مثلا 1 میلیون فرصت شغلی رو میدیم، اما نمیگیم بعد از 3 ماه بگن آقا 250,000 تاش اتفاق افتاد. نه، ما باید زمینه سازی کنیم. ببینید الان ساختارها رو ما باید برگردونیم. در شهریور 56 آقای دکتر عارف به ایران برگشتن. ما با هم آشنا شدیم و این آشنایی منجر به ازدواج شد. بعد ایشون برگشتن امریکا و تحصیلاتشون رو ادامه دادن. بلافاصله جنگ که شروع شد، ایشون هم با تموم کردن پی‌اچ‌دیشون به ایران برگشتن. در سال آذر 59 بود که وارد ایران شدن و از اون موقع پست های مدیریتی و اجرایی رو عهدهدار شدن و تا کنون ادامه داره. خب احمد خداحافظ. کاری نداری؟ خداحافظ. سلام. حال شما خوبه؟ گیر اومدی امشب؟ چی میدونم؟ مریض، 2 تا مریض داشتیم. این آخری شبی یکی مال کردستان بود، یکی مال تبریز. و دعواشون هم گیر نمیومد. بیچاره این دارو خونه اون دارو خونه میرفتن. هی به من زنگ میزدن. نه من زنگ میزدم این دارو خونه اون دارو خونه اینجا گیرمون نمیاد. حالا گفتم حالا که اومدی سر راه من یکی از دارو خونه نزدیک خونه آشنا اگه باز بشم جوجو شما راشونو گرفتم که بدم دارو خونه زنگشون بزنه اگر دوا بود چیش زنگشون بزنه اگر دوا داشتم ان شاء الله مشکل